تو مادر اوچه نداری، بدبخت دیگه خواهر نداری، از خدا نمیترسی. مقصد ای است که تو چی مردمی غرب ما بدنام کردی؟ چی با مادرای غرب ما بدنام کردی؟ بله چی قدر برادرای بناموس بننگ خداوند خودش اول از رئیس ناحیه سرکرگی تو رحیم غرمی چی قدر حاج شرف آدمای الحمدلله بننگ ناموسن که مادر در یک سکون خونه میخرن. بدبختی حرام تلفن نمیبرداری دلیچکا جواب نمیدی، مردم غرب مادرای غرب بدنام کردی. ولی یک کس چی میگه که همین یک کس یک جوان مرد یافت نمیشه در غرب هم یک خونه بخره. الله لعنتت کنه صاحبی سایت. اگر بابا جون خدا بترس مادرت تامت کنی بیتاره تامتم کنی من دارم میسنی غرب هستم بیاین ادریسم التماس نکنم مردک باشه تا سر تاقی داشته باشه در بیادت لاکی پیشی مادر بیا ای پیش بی بیتاره من تامت کنی بچه جون خواستم این پروردگار بترس که من مادر من بخونم بیدر حقیقت گفتم تو من تامت کنی مردک باشی بخیر بیا قدیمه رو پرو گمزن ام حالی دیمه باقا باشن بچه های جونی شنی تامت کنی بسیادت بشه اولا به حقی نک بچه های جونی شنی برای چون امرو توی دروزه دنیای دروزه مادرها تامت نکنه که با غضب پروردگار تو چون بشه دیش کسا دولم بنا تامت کنی اولا قطور سخدا هدایت کنه بچه های جون من ترا چی پسی که بچه های جون در دی خاک تو چی کسا بنا تایی ماشینی گفته غضب پروردگار با میگوت بتن خدا که هدایتت کنه تا آمه کنه که خدا پروردگار هدایتت کنه که من تامت کردی پروردگار ننازی اولا در این دنیا و دنیا من جواب میدی بچه های جون اینه آمه کردم جواب میدی در آخیره. السلام علیکم خاله جان، اینقدر بسیار گریه نکن. من در ویدیو نوارم گفتگیم باز میگم که اگر همین من خطا کنم نسبت خودت نسبت همین کانالی که شما را سوء استفاده کرده، اگر که من خطاکار باشم خطا کنم، تو اگر در حقیقت نیاز باشه اول پروردگار پیش خدا پیش تمام خلق تاجیک و خودت مادر بخشش بپرسم. میگه با گفتگیم من ندارم در همین کار من خطا کنم میخوام از ملت تاجیک از تمام مادرای تاجیک و از خش تبار همین زنک از همین زنک از همین مادر پوبلیش بخش میپرسم. اگر که خطا نکنم از طرف وزارت کارهای داخلی از طرف همین اداره های داخلدار آید به همین کارهای جنایتی باید این زن به جوابگاری کشیده شود. الله همه ما را هدایت کنه. میگم بخشش میپرسم. اگر تو مسلمانی، اگر تو دروغ نمیگوی، فریب نکرده سودی و کسی استفاده نبرده سودی خطا در حقیقتا پگه همو عدلی غرم برا ایروی من شکایت بنویس فکت دلیل همه دیشنبه سیته بر نشان بتی در کدام وقتی دیوالا برده ویدیو کرم مانده سودن انشالله شما را کافته سودیان میوان تو اما اینجا یگان که شما را مادر پس نزده سوده و نام یگان مادری تاجیک من پس نمیزنم. در وقتی دیوال میمونند گیره منی، در تای درخت میمونند گیره منی، در اینجا مردم فند فریب کرده سوده قطعی. من کامنتر می نویسم همون صاحب کانال در کانال جواب نمیده دلیچکا در کامنتر می نویسم ای کامنتر من اوداری کرده سودم. از خدا نمیترسی شما؟ با خاطر خدا برادر عزیز من باز میگم باور نکنی اگر در حقیقتا این نیاز من باشه اولش پروردگار ما یاردمش میکنیم صاحب خونه میشوه. اما من میگم که این مادر باز میگم مادر ماشینگ نمیگم سوء استفاده از این مادر کرده سودن. مادر ان شاء الله این گریه های تو حقیقت میبره که چی گپ صبر کلی خودت. اما دعا کرده سودی اگر من نامخول باشم پروردگار من خار ذلیل کنه. اگر که نه خطا قطعی همون کی آدم استفاده برده است خطا قطعی همه پروردگار هم دعای خودت در سر خودت. التماس من از میگم من در غرم در اروپا کیم چیم درو گفته شده اگر تو در حقیقتا غرم باشی عدل غرم را من کو عدل شما را دادیم همه نمراتونه برادر عزیز التماس همه کسی بشناسه با همو رقمای روی اکران زنگ بزنی. الله هدایت میکنه. روز بخیر دوستان عزیز، روز سعید جمع مبارک. در کامنتاری او زنک من دشنام داره او زنک ویدیو کرده کبا در کامنتاری خودم بعضی دشنام داره که کامپیوتر دروغ نمیگه تو مادر نداری. شما یک نفره یا بلوگر یا یگان کسی را بیایی که پیش همین زنک رفته باشه همون زنک اچوچ داده باشه یا که دیده باشه این نزدیک گریخته گشته سوده انشالله با نزدیکی ها میبروی روی حقیقیش. باز میگم اگر که کسی بیاویش وای اچوت بسپورم میلیون جمع کردگی را و اگر من گناهگار باشم میپرمیرم همونجا در پیش دو زانو میزنم
نکلین گفته رسو بخشش میپرسم این مادر. نو من میگم که اون زن و همراه شخصی که کاری یا پیش برده است ماشینی کنده نفر انشالله با نزدیکی میبرویا. فقط صبر. الله هدایت کنه شما را و هم زنکان که اینقدر فکرای بد داره. من نمیخوام پروسو در سری مهاجرو مردم تاجیک هم ایرو چونین زنهایی که در حقیقت مشکلی دارن برادرایی که در حقیقت مشکلی دارن دیگه عیبواری مردم میبروین. مقصد ما همین است. الله همه ما را هدایت کنه. السلام علیکم. نسبت این زن اینفورماسیون اومده سوزان تو اینم تویستونی ماهی مای ایونا در همی چی طرف 9 کیلومتر در خونه یک مردک می ایستاده حتی سوم نمیسپرده قریبی سوم سپاری و صاحب خونه آمدن ایراسیا صاحب خونه در اسیا بده گرفته حتی 500 سومانی سومی سویت نسپرده همسایه یک بچه قطیش بوده یک همراهش یک بچه گشته شوهر داشتنش ولی معلومات نداریم انشالله میاویمش دروغویش همسایه‌هاش حتی میدونست یعنی زنه که یعنی با گفتی همو همسایه‌هاش دروغگو این ادرسایی که این رقمای در روی اکران میبینی ایخه چند اما در این سوم نپرتوی این ادرسای نویسن من در غرم ایسوس دروغ گفته است نه انشالله شاید این در غرم شاید در جلگتون نه انشالله دیر یا زود ای تاجیکستانی پیدا میشه و خاطر همراهی همو گروه تشکیل کردن سومی مردم جمع دارن فقط دعا کنید در جای ده التماس دلیچکای من نویسه نترسه خواهش میکنم در همین کار یعنی زنه که ماشین همراه گروهش بعضی بلاگرها خودشون کشیده شدن در کامنت‌ها همه که بابا جان خودش ماشین که یک گاد میگم تو دا بلاگرها که خود در سر هم تیاب کشیده شده یکمش که الله لعنت کنه ماشین کم حق معیوب خرم حق مسجد خرم حق مهاجر خرم و الله لعنت کنه تهمت شیشه خیب میخواهی شما دستای برای نامتون گرفتن در هر جا پروسو در بالای لامی لخچه‌دار سخت میرسه خطونا نکشه خصوصا ای داخل وطن ایست استودیان نوم صبر کن انشالله لیتسای زنک معلوم میشه با میبینیم تو یک خطی همه سوچس میکه شما را الله لعنتون کنه علیکم بچه‌های جون شیرینی هدیه‌ام برشید که در بعد من ویدیو میکنم بچه‌های جون شیرین میگوی که در خونه نمیکنه من اجازت نمیتیم بچه جان خونه ندارم در ندارم در خونه خودم در بدرم و اجازتم نمیتیم که ویدیو کنم در خونه‌شو پرتم من میام در همینجا ویدیو میکنم خونه در ندارم بیمارم در بدرم بچه‌های جون از برای اولاد دستی من خدای تعالی قضیه‌تو میتیه چند کس گفت خوره بیا به پیش رفتم فهمدم که نامدم کسان شدم بیمار شدم در دادای مردم ترکیه رسیم عملم برم عذاب کشیدگی بچه هایشون همین زندگی بیزار شدگی یکم اولادیم شما سبب شد سبب میگه همین کارتهای خدمت بچه جونا همین دشالیسی امان اکبر ای خدمت بچه های یگان چی نیستن ای خدمت بنامی خدمت میبرویه برای بخاطر خدا همین تماشا که به طرف نبشه چند قدره با توانایی گفتن شما اینقدر تماشا کردی اگر این دیرمی میکردی این روز بوده این بر ویدیو نمیکن بچه جانا تا درای مردم اذیت میشم بیمارم بچه جانا از برای اولاد دستی مرا بگیره خدا ایو تزیاتو میده مادری در بدری بخونه و داری بیماری محتاجم بچه های جون مادری خطوه پیش بای مادران گفتم بچه های جونش اکای هستی حقیقت بچه ها حقیقت بچه های جون